کشور بدون پشه. نروژ، ایسلند. خیلی های کشوری به اون پهناوری پشه نداره. خب این کی کشف کرد اینو که پشه نداشته باشه؟ این هیچکیو نزده؟ خب پشه نداره چون پشه دیده نشده اونجا. کسی کشف نکرده. نه خب کسی نیومده بگه پشه منو زده مثلا یا اینجوری خب کنه. همون دیگه. هیچکی نیومده بگه پشه منو زد. برای همین میدونم پشه نداره. مثلا الان اگر اینجا پشه منو بزنه من نمیگم آقا پشه اینجا داره که به هر حال یه جوری کنترلش میکنه. پشه نداره یعنی هیچکی نگفته آقا پشه. هیچ کس. منم منظورم همینه مهران جان، میگم یعنی جان کی تایید کرده که پشه اصلا نداره؟ کسی نیومده بگه که پشه یه جایی که یه چیزی نداره رو که کسی نباید تایید کنه چون نداره. اگه داشته شما باشه میگی نداره، کلا داری تایید میکنی که نداره. پشه نداره. خب من میگم که شاید مثلا یکی شب زده که نیومده جار بزنه که آقا دیشب پشه زده و شما قطعا میگی نداره، یعنی مطمئنی که نداره. من غلط کردم. طبق آماری که به من بیشعور دادن ایسلند پشه نداره. ببخشید